سوره بقره جزء 1 آیه 38 تا 48. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گفتیم همگی از آن فرود آیید، پس هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد. والذین کفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و کسانی که کافر شدند و نشانه های ما را دروغ پنداشتند، آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون. ای فرزندان اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم بیاد آورید و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فاتقون. و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید که تصدیق کننده چیزی است که با شماست و نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و تنها از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. و حق را به باطل نیامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که میدانید. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و با نمازگزاران نماز بخوانید. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید در حالی که شما کتاب آسمانی را می خوانید؟ آیا نمی اندیشید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و از شکیبایی و نماز یاری جویید و نماز جز بر فروتنان دشوار و گران است. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آن کسانی که یقیناً می‌دانند دیدار کننده پروردگار خویشند و به سوی او باز می‌گردند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای فرزندان اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید
و اینکه من شما را بر جهانیان برتری دادم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و از روزی بترسید که کسی از کسی کفایتی نکند و از او شفاعت پذیرفته نمی شود و نه از او تاوان و فدیه گرفته می شود و نه یاری می شوند